گل مدینه فاضلова به دروازه تیم حریف. مدینه 28 سال دارد و از این 17 سالش را در فوتبال سپری کرده است. اینجا او 10 سال پیش با رادیوی آزادی صحبت کرد و درباره آرزوهایش میگوید. حالا همین آرزوها او را به آن سوی اقیانوس به ایالات متحده آمریکا برده است. یک چند پیشنهاد هم دارم از جانب دسته‌های فوتبالی بانوان آمریکا و میخوام در یکی از این تیم هایی که به من پیشنهاد کردن شامل شوم. در این موسم 2024 در اینجا میخوام این کسبی که من انتخاب کردم، یعنی این ساحه‌ای که من بازی میکنم فوتبال، این کسبم رو در اینجا دوام بدهم و کوشش میکنم که یک مهارت خوب نشان دهم و تجربه خود را زیادتر کنم. به اطلاع فدراسیون فوتبال در تاجیکستان 60 دسته فوتبال زنان عمل میکنند، اما نتیجه های دختران فوتبال باز مثل مردان چندان نظررس نیست. از جمله منتخب فوتبال خرد یا فوتزال زنانه تاجیکستان در سبقت اخیر کاف 2024 همه بازی‌هایش را باخت. مدینه فاضلова در این مسابقه شرکت نداشت، اما سبب شکست همدسته‌هایش را چنین می‌بیند. نظر شخصی من فکر میکنم که در این مسابقه مشق و تمرین های دخترکان کمتر بود و از همین خاطر آنها توانستن یگان نتیجه خوب را به دست بیارن و امید داریم که در آینده تیم فوتزال تاجیکستان هم بسیار خوب می شود و همه این یک تجربه می شود برای دخترکان. نظرها به فوتبال بازی زنان در جامعه مردسالار تاجیکستان یکسان نیست. یوسف ربیف سرمربی تیم فوتبال زنانه تاجیکستان پیشتر به رسانه‌ها گفته بود نه هر والدین دخترش را به این نوع ورزش می‌فرستد. برعکس این توجه به فوتبال مردانه سالهای اخیر زیاد شده، ورزشگاه‌ها پر از مخلص است. مدینه فاضلова و همدسته‌هایش امید دارند که روز مردم به فوتبال بازی دختران نیز همین گونه مخلصی می‌کنند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.